الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، این ماه مبارک رمضان سپری شد. این ماه مبارک رمضان از ما رفت. پس انسان‌هایی هستند که در این ماه مبارک خود را از اهل جنت کردند و انسان‌هایی هستند که در این ماه مبارک خود را دورتر از جنت و خود را به عذاب الله نزدیکتر ساختند. کسانی که خود را به الله نزدیک ساختند اونها اهل توحید هستند که تمام عملشان را گوش نداشتن خود، گوش نداشتن نفسشان، تشنه نشستن و روزه داشتن و عبادت و نماز و رکوع و سجود و حج و عمره خود را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام دادند که این توحید الوهیت است و تحقیق توحید است. و کسانی که خود را از الله سبحانه و تعالی دور کردند اینها مشرکینند، اینها مرتدینند، اینها منافقینند که در این ماه مبارک رمضان هم گستاخی کردند، در این ماه مبارک رمضان هم به اطاعت الله سر فرود نآوردند و باز باری دیگر توحید را ترک نمودند، از توحید دور شدند. پس اونها روز به روز به عذاب الله، به جهنم الله، به غضب الله رفته ایستاده اند. پس توبه بکنید و به سوی توحید باز آیید، توبه بکنید و به سوی الله باز آیید و اطاعت الله را 100% کاملا و تسلیم شدن به الله را اقرار بکنید و اطاعت بکنید. پس بارک الله فیکم. عبادتی که ها مقبول است، عبادتی که ها قبول است، به وعده الله سبحانه و تعالی عبادت موحدین قبول است. به وعده رسولش محمد صلی الله علیه و سلم عبادت موحدین، آنانی که توحید را آموختند و فهمیدند و عمل میکنند و کوشش در راه توحید میکنند، عبادت اونها بیهوده نابود نمیگردد، قبول است. الله سبحانه و تعالی میگوید ان الله لا یضیع ایمانکم. الله سبحانه و تعالی ایمان شما، عملهای شما، کوششهای شما را ای اهل توحید ضایع نمی کند، نابود نمی کند، بلکه حفظ می کند، بلکه در روز قیامت سببی نجات شما خواهد کرد. پس خوشا به شما، خوشا به شما ای اهل توحید، خوشا به شما ای موحدین. عید مبارک بر شما ای موحدین، عید بر شما مبارک باد. پس اما خسارت و بدبختی و شقاوت و بدبختی این بر اهل شرک است، بر اهل کفر و ردت است که این ماه هم از اونها سپری گشت اما توبه نکردند، به سوی توحید باز نگشتند. پس هر عملی که کردند، هر سخاوتی که کردند، هر صدقه‌ای که دادند، اگر نماز خواندند، اگر روزه داشتند، اونها که مشرک هستند از مشرکان الله قبول نمیکند. عبادت مشرک قبول نیست، عبادت مرتد قبول نیست، عبادت کسی که کافر هست قبول نیست، برای اینکه اصل قبول عبادت در توحید است. توحید را ترک کرد عبادت کرد، مشرک است عبادت کرد، عبادتش قبول نیست. خیلی که در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که الله سبحانه و تعالی گفت، حدیث صحیح است، حدیث قدسی است که الله میگوید من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. هر کسی که عملی را انجام داد که در همون عملش شرک را انجام داد، مشرک بود، یا در همون عمل یا در حالت عملی را انجام دادن خودش مشرک بود، پس بداند که ترکته و شرکه، خودی همون انسان را هم من ترک کرده ام و شرکش و عملش را هم ترک کردم. الله بی‌نیاز است، الله بی‌نیاز است. ما محتاج به سوی الله هستیم، ما فقیر به سوی الله سبحانه و تعالی هستیم. الله الصمد است، الله بی‌نیاز است. پس بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. خوشا بر شما، خوشا بر شما اهل توحید که یک ماه مبارک، یک ماه پرقیمت، یک ماه نجات را با توحید و عبادت سپری کردید. حیاکم الله بیاکم.